دوستان عزیزم، برای ادیت این فال چندین نفر دارن زحمت میکشن تا شما گوش کنید، پس با لایک کردنتون از پیج خودتون حمایت کنید. خب پیج فال بانو، فال دوستای گل فروردین ماهی های گلم برای شما افتاده که از یک دلتنگی و بلا تکلیفی در میایید. براتون افتاده که خداوند عزوجل یک حمایتی از شما خواهد کرد و یک معجزه خدا رو در مسیر زندگی یا در مسیر کاری، مالی، احساسی فرق نداره. برای هر کسی میتونه این کمک خداوند به نوعی باشه. این کمک خداوند رو در مسیر زندگی خودتون خواهید دید. برای شما دوستای گلم افتاده یه سری مانع و مشکلات شما انشاءالله حل و فصل میشه. عزیزایی که کار یا شرایط کاری ندارن، احتمالاً شروع یک کار جدید، شروع یک حرکت جدید واسهتون دیده میشه. خیلی ناراحتید، خیلی نگرانید، خیلی دلتون گرفته، اما مسیر پیشرفت، مسیر کار، مسیر شرایط شما بازه و من اینو واسه شما دارم میبینم. براتون افتاده که یک تغییرات خوب دارید، تغییرات و تحولات خیلی عالی دارید، روندتون تغییر میکنه. اگر کات و قرن هستید، گفته که تا 8 وعده دیگه مسیر آشتی واسهتون هستش. واسه شما عزیزای دلم افتاده از سمت یک آقا یا خانمی که میتونه یه یا میم داشته باشه تو حروف اس یا فامیلش، گفته که یک برگ برنده و موفقیت دارید یا یک کار اداریتون گفته به ثمر میرسه و باعث خوشحالی و شادیتون میشه. از لحاظ معجزه‌ای، یک معجزه بزرگ عرض کردم. میتونه توی پولتون باشه، میتونه توی شرایطتون باشه، میتونه توی بستگی‌های کاریتون باشه که ازتون رفع و رجوع میشه. برای شما افتاده که خیلی به گذشته فکر میکنید، از گذشته بیایید بیرون تا خودتون رو بتونید تغییر بدید و روال خیلی خوبی رو برای خودتون لحاظ بکنید. عزیزای دلی که زمین یا ملکی دارن خارج از شهر، میخواست خرید یا فروش دارن یا میخوان بفروشن یا میخوان زمینی رو خارج از شهر بخرن، گفته عرضه به 4 تا 8 بعد زمان آینده این مسیر واسهشون باز میشه و در مورد این ملک خوشحالی دارن. پیج فال بانو، فال دوستای گل اردیبهشت ماهی های گلم براتون افتاده که خیلی زیر پا نشین دارید. خیلی افرادی هستن که دوست دارن بهت ضربه بزنن. اگر کات داشتی، اگر مشکلات داشتی، اگر شخصیتی هستی، چه آقا چه خانم، که خیلی تحت تاثیر دیگرانی و این تحت تاثیر دیگران بودن باعث شده که خیلی نابود بشی این مدت. به هر حال برات افتاده که مثلا خیلی ضربه خوردی، خیلی ضرر خوردی. خیلی دوست دارن زندگی تو خراب کنن، شرایط تو خراب کنن، اصلا لذت میبرن. برای شما افتاده یه حاجت روایی داری، نظری ازت ادا میشه، اوضاع بر وفق مرادت میشه، شرایط تغییر میکنه. برای شما افتاده که ارزم به حضور تو زندان و افکار خودت زندانی هستی، هم چشت، هم سکست، هم همه چیزت رو بستی، دوست نداری هیچ حرکتی بکنی. برای شما افتاده یه تکونه کوچیکی به خودت بدی، راه باز برات و میتونی حرکت کنی. عزیزای دلی که کیس احساسشون راه دوره و ازشون دلخور ناراحته، گفته که شما به دلیل توجه کردن به دیگران باعث شدید که یک چیز خیلی خوبی رو از دست بدید، اما براتون حاجت روایی افتاده. گفته خودتون باید باشید یه حرکتی بکنید. عزیزایی که کاتو قهرید، گفته خودتون میتونید پیام بدید، میتونید زنگ بزنید، میتونید یه حرکتی بکنید که دوباره اوضاع رو اوکی بکنیم. براتون افتاده که اگه خودی ضربه نخوردی میخوری. اصولا ضربه های شما بیشتر از کساییه که یا دوستتون هستن یا خودی هستن. به هر حال براتون افتاده که انقدر که شما شاید فکر دیگرانی، انقدر که شما شاید تعصب دیگران رو بکشی، گفته دیگران برای شما حرکتی نمی‌کنن و من اینو براتون دارم میبینم. گفته یه خورده راه و یا روش خودتون رو تغییر بدید، یه خورده اوضاع یا احوال خودتون رو تغییر بدید، تغییرات داشته باشید تا بتونید برگ برنده و موفقیت داشته باشید. براتون افتاده حاجت روایی دارید، نظری ازتون ادا میشه، اوضاع بر وفق مرادتون میشه، افکار خودتون رو رها کنین، صحبت کردن، حرف زدن واسهتون افتاده و برطرف شدن موانع.
پیج فال بانو، فال دوستای گل خرداد ماهی. خرداد ماهی های گلمون براتون گفته یه نشست اداری دارید تا 3-4 روز آینده که توی این نشست اداری برگ برنده‌ای برای شما خواهد بود. حالا این نشست میتونه هم عاطفی باشه، هم اداری باشه، هم خانوادگی باشه، هر چی که هستش با شادی و سرور واسه شما. یعنی یه مشکلی از شما حل میشه یا یک شرایطی از شما حل میشه که باعث خوشحالی و شادیتون میشه. یه خورده بار زندگی رو دوشتون زیاده، چه بار عاطفی، چه بار مسئولیتی، چه بار کاری، چه بار مالی. یعنی یه جورایی خودتون گیرین، خودتون با موانع و مشکلات سر کار دارید، اما حاجت روایی واسهتون افتاده. ممکنه خیلی یهویی و ناگهانی سفر آقا امام رضا واسهتون بیفته. اگر با کسی کات و قهرید، گفته تا 4 وعده دیگه آشتی دارید. اگر کسی راه دوره و باعث آزارتون شده، گفته خوشحالی دارید. اگرم با کیس احساس کات و قهرید، گفته دیدار دارید، آشتی دارید، حرف زدن دارید، صحبت میکنید و دلتون شاد میشه. برای بعضی از عزیزای دلمون گفته که یه مقدار مشکلات، ناراحتی ها، درد ها یا بیماری ها که البته چیز خاصی نیست برطرف میشه و انشاءالله اوکی میشه. بعضی از عزیزان گفته خیلی بهتون حسودن، حسود زیاد دارید دور و برتون. بعضی از افراد دیگه به تلاش و کوشش شما نگاه میکنن مثلا میگن شما موفقی، دیگه فکر نمیکنن چرا موفقی، دیگه فکر نمیکنن چرا شما به قول معروف برگ برنده داری. اگر ملکی چیزی داری، راه دور قصد خرید یا فروش داری، گفته برات 4 تا 8 وعده من برات دارم میبینم. اخبار ملکی داری که خوشحال میشی. اگر قصد ساخت و ساز، خرید، فروش یا جای به جایی داری، راه برات بازه. و اگر بیکاری، مسیر کاری وسط. اگر کار داری هم پیشرفت یا امضا یا حکم افتاده که باعث خوشحالی و شادی شما خواهد شد. به آرزوهای دلت میرسی. یه سری افکار توی ذهنته که انشاءالله همه اونها اوکی میشن. براتون افتاده یک خبر خوش اداری، کاری، پولی، مالی داری که باعث خوشحالی شادیت میشه. پیج فال بانو، فال دوستای گل تیرماهی های گلمون گفته دل شکستگی، ناراحتی. بعضی از عزیزان اگر کات و قهرید، گفته که تا 6 وعده مسیر براتون بازه و آشتی رو براتون میبینم که خیلی هم خوشحال میشید. اگر کات و قهر نیستید، براتون افتاده که مثلا تو خانواده مشکلی دارید، ناراحتی دارید یا بیمارید که براتون افتاده ارزی به 10 وعده زمان آینده یا در 10 روز آینده یا روز 10 بیماری بوده یه خورده بهترتر، اوکیتر و عالیتر میشه. براتون افتاده که در رابطه با شرایط کاری و پولی و مالیتون براتون افتاده که اگر با کسی قهر و کاتی تو خانواده، گفته آشتی میکنیم. هدیه دادن، هدیه گرفتن واسهتون افتاده یا مهمون به سمتتون اومدن رو براتون دارم میبینم. براتون افتاده اخباری واسهتون تغییر میکنه، شرایطی واسهتون تغییر، بند خوبی واسهتون شکل میگیره. برای شما افتاده که عرضم به حضورت یک اخباری به گوشتون میرسه یا خبرهایی رو دریافت میکنید که باعث خوشحالی شادیتون میشه. یه خورده مشکلات دارید، موانع دارید که انشاءالله واسهتون برطرف میشه. یک شخصیتی که در گذشته که ممکنه برای شما باز کاری هم انجام داده، گفته دوباره دستتون رو میگیره، کمکتون میکنه، کاری واسهتون انجام میده که باز من اینو واسه شما دارم میبینم. برای شما افتاده فعلا توی این 1-2 هفته گفته یه خورده سنگینی رو کاراتون هست. سعی کنید که ذکر زیاد بگید، به قول خودمون با سلام و صلوات جلو برید تا انشاءالله این سنگینی ها بعضی وقتا هستن یا مثلا میبینی از انرژی بیرونه یا از انرژی خودتونه. گفته سعی کنید که اینو برطرف بکنید تا مسیر واسهتون باز شه. علاوه احساسی اگر کسی ندارید تو زندگیتون، گفته شروع جدیدی بین 3-4 وعده زمان آینده خواهید داشت. یک شخصیتی از گذشته بهتون برمیگرده که خوشحال میشید، خیلی دلتون شاد میشه و هر چقدر که ناراحت بودین، ناراحتیتون با خوشحالی تعویض میشه. پیج فال بانو، فال دوستای گل مرداد ماهی ها گفته اگر از کسی دلخورید، ناراحتید، به سمتتون میاد. اگر با کسی کات و قهر کردید، گفته اون چی میگن زمان ارتباط گذشته‌تون، اگر کسی باتون کات و قهر کرده،
گفته که افقش روشنه، دوباره به سمتتون میان و سعی میکنه که به قول معروف اگر کات و قهر بودید اوکی کنه. اگر دو دلی داشتید، بلا تکلیفی داشتید در رابطه با یک اومدنی، گفته سعی کنید که یه خورده رفتارتون رو کنترل کنید، با مهربانی، با خوبی، با خوشحالی، تا بتونید بیشترتر نتیجه بگیرید. برای شما افتاده که یک روند خوبی خواهید داشت، شرایطتون تغییر میکنه، یک برگه برنده موفقیت آمیز و خیلی خوب و خیلی عالی خواهید داشت. برای شما افتاده که عرضم به حضورت یک انگار نمیدونید چی کار کنید، انگار نمیدونید چه حرکتی انجام بدید، خودتون تو خودتون آویزونید، خودتون با مشکلات و معضلات مواجهید و مسیر ولی براتون بازه که بخواید حرکت یا شرایط خوبی رو داشته باشید. برای شما افتاده که عزیزایی که کارتون قهرید، گفتیم آشتی دارید، عرض به 2 تا 6 وعده کوتاه، بیشتر به روز و هفته هستش. برای شما افتاده یک نشست کوتاه دارید که این نشست کوتاه میتونه اداری قانونی باشه. اگر مانع و مشکلی در زمینه اداری قانونی دارید، حکم سند افتاده واسهتون که خیلی عالیه. اگر بیکارید کار پیدا میشه، اگر در مسیر کاری دارید فعالیت میکنید، یک برگه برنده و موفقیت دارید. گوده با تلاش خودتون نتیجه مطلوب به دست میارید. سعی کنید انرژی از خودتون دور بکنید. شما شخصیتی هستید که خیلی بگو بخندید، ولی خداوندم کمکتون میکنه تا مسیر رو واسهتون باز کنه. پس همیشه گفته این روحیه یا شرایط عالی رو نگه دارید. اخبار خوبی به گوشتون میرسه که گل از گلتون خواهد شکفت و خیلی خوشحال میشید. پیج فال بانو، فال دوستای گل شهریور ماهیای گلمون گفته که اگر کات و قهر کردید، مسیر آشتی واسهتون بازه و من اینو واسه شما عرض به یه بعد زمان آینده میبینم. بعضی از عزیزان ممکنه اختلافات خانوادگی یا شرایط و مشکلات خانوادگی داشته باشه، اما مسیر واسه آشتی و مسیر واسه این که حالا اوضاع رو دوباره اوکی کنید هستش. تنبلی رو گفته بذارید کنار. ورزش، رژیم غذاییتون رو گفته اهمیت بدید. به سلامتی خودتون گفته برسید. زود عصبانی میشید، زود ناراحت میشید، اما دیگه درک نمی کنید که چه شرایطی باید داشته باشید یا چه مسیری رو باید داشته باشید. برای شما افتاده خیلی موانع مشکلات دارید، ولی انشاءالله این موانع و مشکلات برای شما حل و فصل میشه. براتون افتاده که یک زمینه قانونی یا کار اداری یا یک حکم قانونی، حکم اداری واسهتون هست یا یک نشست قانونی هست که باعث خوشحالی و شادیتون میشه. حکمی میگیرید، شاید میتونه یک رده یا یک پله بالاتر رفتن تو محیط کار باشه واسه بعضی از عزیزان. اگرم بیکارید، گفته تا 4 وعده دیگه کار پیدا میکنید. برای شما گفته یک کسی تو زندگیتون نیست، مسیر واسهتون بازه. اگر کات یا قهر یا طلاق یا جدایی داشتید، گفته شروع جدیدی واسهتون دیده میشه در زمینه‌های عاطفی که یه خورده این حال روحی شما یا این شرایط روحی شما که خب بالا دمقید یا تنهایید یا هرچی هستید رو گفته براتون باز میکنه. برای شما افتاده که اخبار خوب و خوشایندی دارین. یه خورده گفته رفتار خودتون رو کنترل کنید. اگر احساس میکنید در زمینه‌های مقصر هستید یا موانع و مشکلاتی رو شما خودت با توجه به اخلاق وجود آوردی، گفته سعی کن دلجویی کنی و مسائل و مشکلات رو به قول معروف حل و فصل بکنی. از لحاظ احساسی دمقی تو خودتی، اما گفته دست معجزه خدا اومده. یه خورده حواست به دور اطرافت باشه، یه خورده برای خدا صحبت کردن یا به قول معروف جانب عدالت رو در صحبت کردنات رعایت کن. پیج فال بانو، فال دوستای گل مهرماهی های عزیز، تولدتون مبارک. براتون افتاده یک شروع جدیدی در زمینه احساسی هستید دارید. اگر کات و قهر هستید، گفته مسیر آشتی واسهتون بازه. اگر آشتی هستید یا در ارتباط هستید، مسیر ازدواجی. بعضی از عزیزان با کیسای احساسیشون مسیر ازدواجی دارن که خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. یا حالا به نوعی مسیر ازدواجی واسه عزیزای مهرماهیمون بازه. اگر متأهل هستید، فرزند آوری واسهتون دیده میشه. اگر ارث و میراثی داشتید، به دستتون میرسه. شروع جدیدی دارید در عشق، در
دوستی، در خانواده، در کار، در امور مالی. شاید یه خورده زندگی بر وفق مرادتون نبوده، اما تغییرات بزرگ هم خواهید داشت. به هر حال به قول معروف ستاره بخت اقبال شما روشن شده. خورشید در زندگیتون نور پراکنی خواهد کرد و این باعث میشه که شرایطتون تغییر کنه. براتون افتاده که اگر کات و طلاق هستید، مسیر حتی آشتی براتون بازه. برای شما افتاده که قصد خرید وسیله نقلیه، چنج یا تغییر وسیله نقلیه رو دارید، راه براتون بازه. براتون افتاده یه کسی مشورتی بهتون میده، کاری واسهتون انجام میده یا حرکتی واسهتون انجام میده. گفته خداوند خیلی نظرش به شماست، حواسش به شماست، خیلی کارا واسهتون میکنه خدا، و خودتون معجزه های خداوند عزوجل رو در مسیر زندگیتون میبینید. براتون افتاده که اگر متأهلید، فرزند آوری واسهتون دیده شده. و برای بعضی از عزیزان هم افتاده که یه خورده بگید، بخندید، سعی کنید رفتار یا برخورد یا شرایط خودتون رو تغییر بدید. یادتون باشه هر رفتاری که بکنید، این رفتار برمیگرده یا این شرایط بهتون برمیگرده و خودتون شاهد خیلی به قول معروف شاهد روند خیلی خوبی برای خودتون هم خواهید شد. براتون افتاده که یک سری افکار سخت، دو دلی ها، بلا تکلیفی ها رو از خودتون دور کنید. ایشالا معجزه خدا رو توی این ماه میبینید. پیج فال بانو، فال دوستای گل آبان ماهی. آبان ماهی های گلمون گفته توانایی هاتون زیاده، یا میدونم بعضی وقتا آدم های قوی هم کم میارن و خسته میشن و دوست دارن یه جا حمایت شن، دوست دارن یه جا دیده شن و از این که دیده نمیشید خیلی عاجز میشید. به هر حال براتون افتاده اگر با کسی کات و قهر هستید، آشتی میکنید. اگر در مسیر ازدواجی و خانوادگی مثلا با همسرتون کات و قهر هستید یا با نامزدتون کات و قهر هستید، گفته آشتی میکنید. چشمتون به افقهای دوره، دوست دارید مهاجرت کنید، دوست دارید یه جایی دوری برید، دوست دارید یه جایی که آرامش باشه، امنیت باشه، علاوه شغلی، پولی، مالی، همه چی در رفاه باشین. مسیر براتون بازه. برای بعضی از عزیزان ازدواج افتاده، فرزند آوری افتاده، خوشبختی در مسیر ازدواجی افتاده. گفته توانایی های خودتون رو داشته باشین. یه خورده خوش اخلاقی، خوش برخوردی یا عرضم به حضورتون اخلاق خوب، شرایط خوب رو گفته چاشنی کارتون بکنید تا انشاءالله مسیر واسهتون باز شه. یادتون باشه هر انرژی مثبتی که میدید همون انرژی مثبت رو دریافت میکنید. اگه کارتون کار آزاده، گفته عرضه به یک وعده، بین 3 وعده، 1 تا 3 وعده یک انتخابیه دارید که این انتخابیه باعث میشه یک ترقی و پیشرفتی در مسیر کارتون دیده بشه که همین ترقی و پیشرفت در مسیر کار باعث میشه که شرایطتون عوض بشه و اوضاعتون عوض بشه و از لحاظ پولی یا مالی به یک پیشرفت بسیار خوب و قابل توجهی برسید. اگر قصد خرید یا تعویض وسیله نقلیه دارید، راه براتون بازه. حمایت خانواده واسهتون دیده. زود خسته نشین، چون وقتی آدم زود خسته میشه روحیش رو کاملا از دست میده. آشتی براتون افتاده. برای متأهلین فرزند دوم افتاده، اگه دختر پسر، اگر پسر دختر. سعادت، خوشبختی واسهتون افتاده. حرف شما به کرسی خواهد نشست. اگر در زمینه نظری دادی، این نظرتون اوکی میشه. پیج فال بانو، فال دوستای گل آذر ماهی. آذر ماهی های گلمون براتون افتاده شخصیتا همیشه شمشیرتون رو از رو میکشید. خب بد نی، خیلی هم خوبه، اما گفته که بیانتون رو سعی کنید از تندی و تیزی در بیارید تا تأثیر گذاری این شمشیره به قول خودمون بیشترتر بشه. شما شخصیتی هستی که توان خیلی بالایی داری و هر کاری که دوست داری یا هر کاری که میخوای انجام بدی درش موفق خواهی شد. برای شما افتاده اگر کات و قهر هستید، فعلا من براتون پنهانکاری هایی از سمت کیس احساسی میبینم یا یک چیزایی واسهتون رو شده، رقیبی، حالا چیزی بوده، شرایطی بوده. برای شما افتاده که به قول معروف این رو شدن این شرایطه
گفته اوضاع رو واسهتون تغییر میده، اوضاع بر وفق مرادتون میشه. از سمت یه آقای یا خانمی برگ برنده پولی مالی دارید. اگر قرار بوده کاری واسهتون انجام بده، گفته حتما انجام خواهد داد و من اینو واسهتون دارم میبینم. شرایطتون تغییر میکنه، روندتون تغییر میکنه، برگ برنده و موفقیت پولی دارید. اگر با کسی قهرید، سبب یک آشتی خواهید شد برای شما، یا کسی قهر با کسی، شما سبب یک آشتی خواهید شد. برای شما افتاده که ارزم به حضورت اگر کات و قهری در مسیر احساسی تا یک وعده دیگه آشتی دارید، اوضاع بر وفق مراد میشه، شرایطتون تغییر میکنه و اخبار خوبی خواهید داشت. اگر دوست دارید کار کنید، کار هنری، کار مثلا کار خاصی، مثلا که توی خونه باشه یا مثلا عیوزه ها به کمتر تری داشته باشه، گفتم مسیر واسهتون بازه تا 3 وعده زمان آینده. اگرم شاغلید، پیشرفت براتون افتاده، برگ برنده براتون افتاده و یک انتخاب براتون افتاده که خوشحالتون میکنه. اگر ارث و میراثی دارید دستتون میرسه. اگر در زمینه ملک یا شرایط خرید فروش و اینا میخواید قدم بردارید، گفته که با موفقیت براتون خواهد شد و شرایطتون تغییر خواهد کرد. اخبار خوب و خوشایندی دارید که خدا رو شکر خواهید گفت. از راه دور اخبار خوبی به گوشتون میرسه که خوشحال میشید. پیج فایل بانو، فایل دوستای گل دیماهی. دیماهی های گلمون براتون افتاده. اگه کات و قهرید، معجزه دارید، سر کات و قهر بودن، حتی اگر رقیب هم دارید، عرضه به 1 یا 2 وعده پوچ میشه و تا 1 یا 2 وعده زمان آینده مسیر آشتی واسهتون دیده میشه. اگر بحث انتخاب باشه، گفته کیس احساسیتون شما رو انتخاب میکنه. یک معجزه بزرگی روی مسائل دوستی و روی مسائل عشقی و لاولاوی دارید، حتی اگر متأهلید. اما در زمینه های کاری ایده های خوبی دارید. گفته ایده هاتون رو با کسی به کار بذارید که بدونید میتونه براش کاری بکنه، میتونه انجام بده، میتونه حرکتی انجام بده یا روندی رو به قول معروف براتون اوکی بکنه. برای شما افتاده که کائنات یک کمکی به شما میکنن که در زمینه های چه احساسی، چه کاری، چه مالی یک روندی واسه شما تغییر پیدا بکنه. تا حالا گفته اگر سختی داشتید، مانعی داشتید، گفته اینا رو فراموش کنید، چون گفته یک کمکی از سمت یک شخصیتی که اوضاع مالی خوبی داره برای شما خواهد شد. حالا یک کاری واسهتون انجام میده، یا یک مسیر کاری واسهتون راه اندازی میکنه، یا یک مسیر کاری براتون اوکی میکنه که من اینو واسه شما میبینم. براتون افتاده بلند پروازید، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه. اما گفته که بعضی چیزها رو باید با دیگران سعی کنی به اشتراک بذاری. اینکه خودت تنها بخوای باشی، نه، نمیتونی. وقتی میبینی نیاز به کمک دیگری هست، انجام بده. اگه در مسیر عاطفی کاتید، قهرید یا مثلا با همسرتون مشکلی دارید، ناراحتی دارید، گفتی که مسیر آشتی واسهتون هستش. برای بعضی از عزیزان با خانواده میتونه باشه. گفتی یک روند خوبی واسهتون شده. در زمینه کاری یا پولی و مالی یک شروع جدیدی براتون دیده میشه. اگر کسی با کسی قهر، شنیدن آشتی کردنشون رو میشنوین، خوشحال میشه. اگر کسی با کسی جدا شده، گفته مسیر آشتی براشون هست و یه خورده آرامش گرفتن. بلخص برای مطلقه ها رو من دارم میبینم. براتون افتاده معجزه خداوند رو توی این 1-2 ماهه حس میکنید. پیج فایل بانو، فایل دوستای گل بهمن ماهی. بهمن ماهی های گلمون بگو مگو، نظرگویی، نظردهندگی واسهتون افتاده، یا حرف زدن، جر و بحث کردن. اگر کات و قهر هستید، گفته شما منید، کیس احساسیت هم منه. خب اینجور نمیشه، باید یکی یک کوچولو کوتاه بیاد تا مسیر رو باز کنه به هر سو. اگر بحث رو بگو مگو بین شما و کیس احساسیتون خیلی بحث رو بگو مگو هستش که همیشه حالا یه موقعی شما مشورت میدید، یه موقعی اون مشورت میده. به هر حال کلید گشایش واسهتون افتاده. اگر کات و قهر هستید، گفته مسیر آشتیتون بازه، اوضاع بر وفق مرادتون میشه، شرایطتون تغییر میکنه. اگر رقیب داشتید، هر چی داشتید پوچ میشه و اگر مباحثی داشتید برطرف میشه. یه نشست اداری یا یک نشست خانوادگی دارید که توی این نشست اداری یا نشست خانوادگی کلید گشایشی واسه شما میفته که خیلی خوشحال میشید. برای شما افتاده یک مشورت میگیرید، ممکنه با یک مشاور یا یک وکیلی صحبت بکنید در رابطه با کار، مسائل خانوادگی، مسائل ازدواجی، مسائل
ارزم به حضور هر چی میتونه باشه، به هر حال براتون افتاده که یک مشورتی میگیرید که این مشورت خیلی میتونه شما رو کمک کنه و راهو برای شما باز کنه که من این رو هم برای شما دارم میبینم. یک روند خوبی واسه تو شکل میگیره، اوضاع بر وفق مرادتون میشه، تغییرات خیلی خوب و خیلی اساسی دارید. برای شما افتاده که یک برگ برنده براتون هست که این برگ برنده خوشحالتون میکنه، راهو براتون باز میکنه و خوشحالی و شادمانی واسهتون دیده میشه. اگه قصد مسافرت دارید مسیر واسهتون بازه، اگر کات و قر هستید آشتی، اما دوباره هم بحث و بگو مگو دارید. گفته حواستون به صحبت کردنتون باشه. در زمینه کاری و پولی پیشرفت براتون میبینم و صحبت و یک تغییرات پولی مالی که باعث خوشحالیتون میشه. مسافرت برای بعضی از عزیزان افتاده و یا یک شروع کاری جدید که باعث خوشحالی و شادیتون خواهد شد. ایج فال بانو، فال دوستای گل اسم ماهی های گلمون مسافرت افتاده، سفر رفتن افتاده، جایی میرید که باعث خوشحالی و شادیتون میشه و برای بعضی از اسفند ماهی ها یه مقدار من حالت بستگی سنگینی میبینم. این بستگی، این سنگینی میتونه در روابط عاطفیتون باشه، در روابط خانوادگیتون باشه، دست به هر کاری میزنید باشه. اگه کار اداری قانونی یا مسائل ارث و میراثی و ملکی داریدم باز روش من سنگینی میبینم. خلاصه گفته این سنگینی رو از خودتون برطرف بکنید. براتون افتاده که اگر کات و قر هستید کیس احساسات 6 وعده دیگه تلاش خودشو میکنه که به سمتتون بیاد. یه خورده گذاشته خودش به خودش آرامش داده. براتون افتاده پیروزی، اوکی شدن، شرایط بر وفق مراد شدن. عدد برای شما زیاد اینجا افتاده چون این تغییرات تحولات هست. این اعداد الکی نیست و ساختار زندگیتون تغییر میکنه. احترام به بزرگترها رو گفته فراموش نکنید. اگر فن و هنر جدیدی میخوای یاد بگیرید گفته بسم الله، خیلی هم براتون خوب افتاده. مثلا اگر میخوای هنر یا فنی که بتونه براتون کار و کاسبیتون رو اوکی کنه یا شرایط کار و کاسبی رو براتون فراهم بکنه خیلی هم براتون خوب افتاده. اگر تنهایی شخص جدیدیش کیس جدیدی وارد زندگیتون میشه. اگر ارزم به حضورت تنها نیستید، حالا به قول معروف کسی در کنارتون از کات و قرید، گفتیم مسیر آشتی واسهتون هستش، عدالتی واسهتون روا میشه، به سمتتون میاد. برای مطلقه ها ازدواج افتاده. برای عزیزانی، بعضی از عزیزانی که در شرف طلاقن احتمال آشتی فراوانه. در مسیر کاری واسهتون افتاده، مهمانی دعوت میشه، خوشحالی دارید، شادی دارید، اخبار خوب و خوشایندی دورتون هست. گفته افکار منفی رو از خودتون دور کنید. اگر دارید روی خودتون کار میکنید به لحاظ ذهنیت‌های منفی و مثبت، گفته یک پیروزی ذهنی بزرگ برای شما دیده میشه. براتون افتاده اگر کسی قرار بوده کاری واسهتون انجام بده، گفته 100% انجام میده و اخبارش به گوشتون خواهد رسید.